برای شروع تمرینات سخت و طاقت فرسایی که در کنگ‌فو سنتی وجود دارد، نیازمند پیش نیاز جهت کسب آمادگی لازم هستیم. قطعاً همه راهدانان موظف هستند که با دویدن و نرمش‌های اصولی این مهم را قبل از تمرینات به جا آورند. دویدن و نرمش‌ها چندین هدف دارند که مهمترینشان بالا بردن تدریجی ضربان قلب، گرم شدن جسم و آمادگی ذهنی می باشد که باید حداقل 20 تا 30 دقیقه به طول بیانجامد. البته باید گفت که گرم کردن بدن فواید متعددی داراست که به آنها اشاره خواهیم کرد. بالا بردن تدریجی و به ندرت ضربان قلب، افزایش تدریجی دمای بدن، حساس‌تر شدن اعصاب محیطی، کاهش احتمال آسیب دیدگی، افزایش اکسیژن رسانی به عضلات، بهبود کارایی و بهره‌وری عضلات و کاهش قابل توجه دردهای عضلانی از اهداف مهم گرم کردن هستند که قطعاً نباید نادیده گرفته شود. گفتنی است که حرکاتی که جهت گرم کردن بدن به کار گرفته می شود باید تمام عضلات و مفاصل بدن را درگیر کند و در ابتدا با دویدن شروع می کنیم. جاگینگ نوعی دویدن با سرعتی کمی بالاتر از پیاده روی است که با اهداف بالا بردن ضربان قلب انجام می شود. همیشه با حرکت آهسته شروع کنید و به تدریج سرعت را افزایش دهید. افزایش استقامت عضلانی و افزایش متابولیسم و تقویت عضلات سرینی، عضلات چهارسرران، گروه عضلات همسترینگ و عضلات ساق پا مانند عضلات نعلی و دوقلو از اثرات جاگینگ می باشند. پیشگیری از ناهنجاری‌های قامتی و افزایش تعادل و هماهنگی عصب و عضله از دیگر آثار این نوع دویدن است. اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که فقط به دویدن اکتفا نکنیم و در این حین حرکاتی چون چرخاندن دستها از ناحیه کتف، پروانه، چرخش‌ها، جهش‌ها و حرکت‌های مشابه برای درگیر کردن تمام عضلات بدن استفاده کنیم. هدف از دویدن قبل از نرمش‌ها و تمرینات بالا بردن ضربان قلب و آماده سازی اجزای بدن می باشد. اگر عمقی به مسئله نگاه کنید، خواهید دانست که با تمرینات طولانی مدت اصلاح وضعیت‌های نادرستی که یا مادرزادی بوده یا به دلیل اتخاذ وضعیت‌های نادرست مانند نشستن‌های طولانی، استفاده نادرست از تلفن همراه و موارد مشابه کسب شده است که به ناهنجاری‌های اکتسابی می‌گویند. ناهنجاری‌هایی مانند کجگردنی، کیفوز پشتی یا همون پشت گرد، لردوز کمری یا به اصطلاح گودی کمر، زانوی ضبدری، زانوی پرانتزی و از این قبیل که با تمرینات مداوم طولانی مدت میتوان آنها را اصلاح نمود. دویدن مزایای فراوانی برای سلامتی روان دارد، به طوری که تنها 10 دقیقه دویدن با شدت متوسط در واقع با افزایش جریان خون وضعی در مکانهای مختلف و در قشر پیشانی دو طرفی می شود و این بخش از مغز نقش مهمی در کنترل خلق و خو و عملکردهای اجرایی دارند که می تواند باعث بهبود خلق و خو و عملکردهای اجرایی شود. نقش دویدن در بهبود خلق و خو. به طور کلی دویدن جزو الگوهای فعالسازی مغز می باشد، به طوری که برای عموم توصیه می شود حداقل 10 دقیقه دویدن با شدت متوسط برای حفظ تناسب اندام و افزایش توان مغز و حفظ سلامتی دستگاه‌های داخلی بدن و ارتقای توان آنها انجام پذیرد. از آنجایی که دویدن علاوه بر تنظیم و ترشح هورمون‌ها، فشار خون و موارد دیگر را تنظیم می‌کند، می‌تواند در مصرف حتی قرص‌های ضد افسردگی هم مؤثرتر باشد. در واقع باید گفت 2 کلمه دویدن و افسردگی با هم جور در نمی‌آیند.
دویدن تأثیر بسزایی بر مجموعه فرایندهای شناختی مغز که رفتار را کنترل می‌کند دارد و همچنین اضطراب و استرس را کاهش می‌دهد و فرد را از خواب بهتر و انرژی بیشتر بهره‌مند می‌سازد و همچنین با افزایش سطح کورتیزول به بهبود کارکرد حافظه کمک می‌کند و همچنین هوشیاری ذهنی را بالا می‌برد. دویدن باعث تنظیم فشار خون می‌شود، حساسیت به انسولین را بهبود می‌بخشد، قند خون بعد از دویدن به سرعت کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی دویدن و نرمش کردن به مدت 20 دقیقه فعالیت فیزیکی، متابولیسم و سوخت و ساز را تا 14 ساعت آینده افزایش می‌دهد. تأثیر دویدن بر اعتماد به نفس. در ابتدا باید گفت داشتن حس بهتر در مورد اندام‌ها از مواردی است که اعتماد به نفس را بالا می‌برد. پاکسازی سموم از بدن و رفع مشکلات پوستی و گوارشی و سایر موارد مشابه. هنگام جاگینگ با تعریق بخش مهمی از سموم بدن از طریق پوست دفع می‌شود. افزایش سموم در بدن باعث بروز امراض مختلف می‌شود و در کل انجام نرمش‌ها همراه با دویدن‌های آهسته می‌تواند قبل از انجام تمرینات اصلی حس بهتری به همراهان انتقال دهد. گرم کردن بدن یکی از ارکان اصلی قبل از تمرینات می باشد که اصولاً در کنکوتوهای سنتی این مهم به وسیله حرکات کشش دینامیک انجام می پذیرد. کشش دینامیک شامل حرکاتی فعال است که باعث کشش در عضلات تا دامنه کامل حرکت آنها می باشد. به این دسته از حرکات کشش پویا نیز گفته می شود. نرمش‌های دینامیک یکی از اصولی ترین قسمت‌های برنامه تمرینی هر ورزشکاری است. این نوع نرمش برخلاف نرمش‌های استاتیک شامل حرکات فعال و پویاست که به دنبال افزایش دمومانیک حرکتی و بهبود قابلیت تحمل عضلات میباشد. تمام نرمش‌های دینامیک بر اساس نظم اجرا می‌شوند. برای مثال هر حرکت 10 شماره متوالی تکرار شده و پس از اتمام تعویض می شود. در نظر داشته باشید که حرکات باید جامع باشد تا تمام عضلات بدن را درگیر کند. نرمش‌های دینامیک تأثیرات بسیاری بر روی بدن انسان دارند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.
حرکات پویا و فعال نرمش‌های دینامیک باعث افزایش جریان خون و گرمایش عضلات می‌شوند که به دنبال آن انعطاف پذیری عضلات بهبود می‌یابد. انجام نرمش‌های دینامیک باعث افزایش دمومانیک حرکتی و بهبود عملکرد حرکتی می‌شود که در نتیجه توانایی اجرای حرکت و تکنیک‌های تخصصی کنگ‌فو سنتی بهبود می‌یابد. با انجام نرمش‌های دینامیک قبل از اجرای تمرینات، عضلات ما به گرما رسیده و آماده برای اجرای حرکات فنی و مهارتی هستند که باعث کاهش خطر آسیب‌های عضلانی می‌شوند. این نرمش‌ها باعث افزایش انعطاف پذیری عضلات و مفاصل می‌شود که اجازه می‌دهد تکنیک‌ها و حرکات بیشتری را به صورت صحیح و بدون مشکل اجرا کنیم. با افزایش دمومانیک حرکتی و بهبود عملکرد حرکتی، همراهان می‌توانند در حین اجرا حرکات و تکنیک‌های خود را بهبود بخشیده و عملکرد بهتری داشته باشند. انجام نرمش‌های دینامیک قبل از ورزش و اجرای تکنیک‌های اختصاصی خطر آسیب‌های عضلانی و مفصلی را کاهش می‌دهند و بدن را برای ورزش آماده می‌کنند. عضلات قوی و انعطاف پذیرتر می‌تواند از آسیب به مفاصل و بافت‌های نرم جلوگیری کنند. همچنین می‌توانند به کاهش وزن و کنترل چاقی کمک کنند که در نتیجه باعث کاهش فشار بر مفاصل و ستون فقرات می‌شود و از آسیب به آنها جلوگیری می‌کند. برای اجرای نرمش‌های دینامیک می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد که شامل موارد زیر می‌باشد. حرکات گردشی. این حرکات شامل چرخش‌ها و گردش‌های مختلف بدن است که عضلات را گرم می‌کند و قابلیت تحمل آنها را افزایش می‌دهد. لغزش و انعطاف. حرکاتی که به انعطاف و افزایش انعطاف پذیری عضلات کمک می‌کند مانند خم شدن و لغزش‌های مختلف. پرش و پریدن. حرکاتی که شامل پرش‌ها و پریدن‌های مختلف هستند باعث افزایش قدرت و توانایی عضلات ضد جاذبه می‌شوند. البته استحکام استخوان‌ها را نیز در بر دارد. نکات مهمی که باید در نظر داشت. برای اجرای نرمش‌های دینامیک نکات مذکور باید در نظر گرفته شود. الف. حرکت به طور طبیعی. حرکت باید به طور طبیعی و بدون اجبار انجام شود تا از آسیب‌های عضلانی جلوگیری شود. ب. تنفس منظم. همیشه در طول انجام حرکات تنفس خود را منظم نگه دارید و با حرکات هماهنگ کنید. جیم. توجه به حالت بدن. همیشه توجه کنید که بدن به درستی آماده حرکت شده است و از تنش در طول انجام حرکات پرهیز کنید. در اصل حرکات باید در جهات درست انجام بپذیرد. اغلب این تمرینات که حرکات عملکردی یا فانکشنال را شبیه سازی می کند به آماده شدن بدن برای تمرینات شدیدتر کمک می کند. مثلا بالا کشیدن پا یک نوع شبیه سازی تکنیک‌های پا می باشد. انجام آنها قبل از تمرینات ورزشی بدن شما را به سطح مطلوبی از آمادگی می رساند. حرکات دینامیک باعث افزایش آگاهی‌های حسی حرکتی نیز می شود. انجام این حرکات بدن را برای تمام تمرینات مختلفی که انجام می دهید آماده می کند. حرکات کششی دینامیک از تمرینات مختلف ورزشی الگو می گیرد تا بدن شما را برای انجام طیف وسیع از تمرینات ورزیده نماید. داشتن انعطاف پذیری دامنه حرکت مفصل را گسترش می دهد. کشش‌های دینامیکی با افزایش انعطاف پذیری شما باعث بهبود عملکردتان شده و احتمال آسیب دیدگیتان را در طول تمرین کاهش می دهد. همانطور که می دانید انعطاف در کنگ‌فو سنتی بسیار حائز اهمیت بوده و باید به آن توجه شود. مخصوصاً در تکنیک‌های پا که کیفیت ضربات بالاتر خواهد رفت. در نظر داشته باشید اگر تمرینات به طور صحیح انجام نشود می تواند به پارگی عضلات، رباط‌ها،
تاندون‌ها، آسیب به دیسک‌های بین مهره‌ای، اعصاب مرکزی و محیطی و سایر موارد منجر شود. پس حتی المقدور راهدانان و مدرسان کنگ فو تائوبای سنتی سعی بر آن داشته باشند حرکات را به طور صحیح و همراهان آموزش دهند تا آسیب‌ها به حداقل برسد. نرمش‌های دینامیک تأثیرات زیادی بر مترشحه داخلی نیز می‌گذارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. اول هورمون اندروفین. تأثیر حرکات دینامیک روی هورمون‌های بدن به نحوی است که باعث کنترل خلق خون نیز می‌شود. یکی از هورمون‌هایی که در این حین ترشح می‌شود اندروفین میباشد. هورمون اندروفین توسط غدد هیپوتالاموس ترشح می‌شود. هورمون تسکین دهنده درد نام دیگر این هورمون است. هورمون اندروفین هورمونی است که در فرایند کنترل خلق خون مؤثر است. این هورمون از بافت‌های عصبی و در مقابل تنش و درد ترشح می‌شود. هورمون وارد اعصاب انتقال دهنده می‌شود و پس از آن به گیرنده‌های کاهش درد بدن متصل می‌شود. این عمل سبب جلوگیری از رسیدن پیامرسان‌های درد به مغز می‌شود. هورمون اندروفین به نوعی سبب کاهش درد در همراهان می‌شود. علاوه بر این هورمون جنبه شادی آور نیز دارد. دوم هورمون آدرنالین. اگر شدت تحرک در بدن بالا رود، اعصاب سمپاتیک تحریک می شوند و از غدد فوق کلیوی آدرنالین ترشح می شود. این غدد عامل کنترل چگونگی تجزیه کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها هستند. تأثیر تمرینات روی هورمون‌های بدن به گونه‌ای است که فشار خون و فعالیت‌های قلب افزایش می‌یابد و باعث خونرسانی بیشتر به نقاط مختلف بدن می‌شود. هورمون آدرنالین که به دلیل فعالیت‌ها و تمرینات ترشح شده است، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. سوم، هورمون رشد. هورمون رشد از غده هیپوفیز ترشح و سبب تحریک رشد سلولی می‌شود. نام دیگر هورمون رشد سوماتروپین است که در واقع نام علمی این هورمون به شمار می‌آید. هنگام خواب و در زمان سن بلوغ بیشترین میزان این هورمون در بدن ترشح می‌شود. چهارم، هورمون تستوسترون. هورمون تستوسترون باعث بازسازی و سنتز دوباره پروتئین‌ها و ماهیچه‌ها به هنگام فعالیت‌های بدنی طاقت فرساست. ویژگی دیگر این هورمون استحکام بخشیدن به عضلات اسکلتی است. این هورمون همچنین در تجزیه و دفع مواد مضر به درون روده و کلیه‌ها به صورت مدفوع و ادرار نیز مؤثر است. در ادامه به فواید تمرینات دینامیک بر اعضای درگیر اشاره خواهیم داشت.